تو این ویدیو میخوام به شما نشون بدم چجوری میتونید توی سایت make.com یا پلتفرم های مشابه این یک پایپلاینی درست بکنید برای تولید ویدیو با هوش مصنوعی و همچنین آپلودش مستقیم به یوتیوب. یعنی شما فقط یک کلیک اینجا فشار میدین و ویدیو رو جنریت میکنه و در نهایت اون رو آپلود میکنه به یوتیوب. و به نظر من آینده در واقع قسمت اعظمی از در واقع محتوایی که توی اینستاگرام یا یوتیوب میاد دیگه به این صورت میشه. یعنی همه چیز اتومات میشه، حتی ویدیوهایی که داره جنریت میشه کاملا اتوماته. یه نمونه خیلی کوچیک از این که شما چه کار میتونید بکنید و طبیعتا روی همین نسخه‌ای که من اینجا میخوام نشون بدم شما میتونید این رو قوی ترش بکنید. میتونید ویدیوهای 5 دقیقه، ویدیوهای نیم ساعته، ولی خب الان یه مقدار هزینه بره بخوایم اون ویدیوها رو درست بکنیم. ولی خب بریم سراغ این ببینیم که این اصلا چجوری کار میکنه. من اول از همه میخوام نشون بدم که این چجوری کار میکنه و بعد میریم وارد جزئیاتش هم میشیم. اینجا فرض بکنید این کانال یوتیوب رو من دارم، آخرین ویدیویی که دارم ماره 4 می هست. خب من دیگه بیام داخل این پایپلاین، من یک تغییر کوچیکی توی این پایپلاین بدم، این رو بکنمش 100 چون دیلیش زیاد بود. من اگر این رو run once بکنم، خب چیکار میکنه؟ یه توضیح مختصر میدم بعد میرم داخل جزئیاتش. اینجا داره از بلاک leonardo.ai استفاده میکنه. اول یه توضیح در مورد خود make.com بدم. اینها چه پلتفرمایی هستن؟ make.com، n8n، زپیر، خیلی پلتفرم های دیگه ای هست که تقریبا مشابه عمل میکنن. اینها در واقع یک جورایی سرویس اینتگریتور هستن، به این معنا که ما کلی سرویس داریم و این سرویس ها از طریق API قابل دسترسن. حالا انواع سرویس میتونه باشه. یه سرویس میتونه مثلا تبدیل در واقع شما پرامپت بهش بدیم، یه متن بهش بدی ایمیج برای شما جنریت کنه. یه API سرویس دیگه داریم متن بدی تبدیلش بکنه به ویدیو. یه سری API ساده تر داریم، اصلا لازم نیست هوش مصنوعی باشه، مثلا تبدیل مثلا ورد به PDF، این API داریم برای این کار. یه سری API دیگه داریم برای دسترسی به دیتا، مثلا میخوایم دیتای بورس رو بگیریم یا دیتای آب و هوا رو بگیریم. اینها از طریق API قابل دسترسن. نقطه مشترک همه اینها این هست که همشون از HTTP API استفاده میکنن و تو این پلتفرم ها در واقع شما میاین از سرویس های مختلف با توجه به از طریق API شون باشون ارتباط برقرار میکنید و کارهایی رو که میخواید انجام میدید. حالا وقتی بلوک ها رو بذارید کنار هم دیگه، مثلا یک بلوک استفاده میکنید دیتای بورس رو بگیرید، یه بلوک دیگه استفاده میکنید این دیتا رو مثلا بیاد یک سری کارها فانکشن روش انجام بده، یه API دیگه استفاده میکنید بیاد این خروجی رو به PDF تبدیل بکنه، یه API دیگه استفاده میکنید این PDF رو بیاد روی گوگل درایو ذخیره بکنه. این پایپلاین ها رو شما میتونید درست بکنید. یا خیلی از این بات هایی که ما میبینیم مثلا توی اینستاگرام میگه آقا کامنت بذار، من به تو مثلا عدد فلان رو توی کامنت ها بذار، بعد لینک فلان برای شما ارسال میشه. همه اینها اتومات شده است، معمولا هم با این پلتفرم ها انجام میشه. خب این ویدیو ما آماده شد. حالا من جزئیات بلاک ها رو توضیح میدم، ولی ببینیم که ویدیویی که تولید کرده چی هست. من اگر رفرش بکنم اینجا میبینیم که 9 جوان ما این رو داریم. اگر کلیک کنم، حالا پرامپتی که من بهش داده بودم این بود: A dog typing code behind the computer. من اگر این رو پلیش بکنم، مثلا ویدیویی که جنریت کردم، مثلا یک سگی که پشت کامپیوتر داره کد نویسی میکنه. حالا کیفیت ویدیو خیلی طبیعی نیست، یعنی اینکه خوب مچ کرده، یعنی کد رو با داگ مچ کرده، ولی باز اونجوری نیست که تایپ بکنه. این دیگه بستگی به پرامپت شما داره که چقدر جزئیات داره و چقدر دیتیل بهش میدید. ولی این ویدیو یه ویدیو خیلی کوتاه 6 ثانیه‌ای، ولی شما خب اگر این رو بلوک های مختلف رو بذاری کنار هم میتونید ویدیوی طولانی‌تر هم درست بکنید. و حالا مرحله بعدی این هست که روش وایس اوور بیارید، مثلا یک صدای بیارید، بعد روش متن بیارید، چیزهای مختلف رو طبیعتا میتونید بهش اضافه بکنید. ولی بریم همین مثال خیلی ساده رو با هم ببینیم چجوری انجام میشه و روی این در واقع وقتی شما این رو متوجه بشید کلی کار دیگه میتونید انجام بدید.
اینجا بلاک اول بلاک leonardo.ai هست که این وبسایتی هست که چیکار میکنه. این وبسایت کارهای مختلف میکنه، مثل اوپن ای آی میمونه. پرامپت بهش بدید تبدیل به ایمیج میکنه، یا پرامپت بهش بدید ویدیو برای شما جنریت میکنه. مدل های مختلف ویدیو درست کردن هم داره. خیلی تصاویری که درست میکنه خیلی قشنگ هستن. ویدیوهاش هم بد نیست، مدل های جدیدترش ویدیوهای خوبی درست میکنه. بستگی داره شما پرامپت و استایلی که استفاده میکنید چی باشه. بعد خیلی با این کار بکنید. اما متاسفانه در واقع این API نیاز به API access داره، یعنی شما یک پولی بدید. مثلا من ماهیانه 9 یورو برای این $9 برای این میدم که در واقع تکس و ایناش میشه 9 یورو و خب خیلی ارزون در نمیاد، ولی اینها به مرور زمان داره ارزونتر و ارزونتر میشه. یعنی مثلا الان شما برید ورژن های قدیمی تر این رو ببینید با خیلی قیمت بسیار کمتری میتونید ایمیج جنریت کنید، موشن جنریت کنید، ویدیو جنریت کنید. بنابراین مهم این هست که این پایپلاین ها رو شما یاد بگیرید. این API ها هی میان با هم رقابت میکنن، ارزونتر و ارزونتر میشه. خب اینجا من میام از یک بلاک leonardo.ai استفاده میکنم. این چی هست؟ در واقع به API generations text to videoش داره access میده، میگه request میده. به این که request میده با این پارامترها در واقع post method، اینا یه سری چیزای بیسیکه در واقع HTTP request هست که شما باید بدونید. میگه promptت رو اینجا بگو، من میگم مثلا a dog typing code behind the computer. شما حالا میتونید اصلا یه پایپلاین دیگه درست کرده بودم، این ایده هم حتی توسط مثلا چت جی پی تی یا جی پی تی خودش پیاده بشه. مثلا بگو یه ایده رندوم در مورد مثلا حیوانات به من بده. این رو هم حتی میتونه مثلا متفاوت جنریت کنه هر دفعه. دیگه چی داریم؟ این is public هم باید true باشه. همین چیز خاص دیگه شما نمیخواد پایین بفرستید. به این API که request بزنید، این چی کار میکنه؟ یک پاسخی به ازاش میده. اون پاسخ در واقع generation ID اون تصویر اون ویدیو هست. در واقع این پاسخ رو، یعنی ویدیویی که تولید میشه، خب یه زمانی میبره. میگه من به تو خود ویدیو رو نمیدم، اون طول میکشه تا جنریت بشه. یک کد به تو میدم، بعد با این کد بیا این ویدیو رو از من بگیر. بنابراین اینجا ما 100 ثانیه صبر میکنیم تا این ویدیو جنریت بشه. بعد که جنریت شد، حالا میایم دوباره با یه API دیگه از leonardo.ai، APIش هست V1 generations، و در ادامهش کد اون ویدیو رو میذاری. متدش هم get باشه. همین این دیگه به شما ویدیو رو برمیگردونه. اگه من توی بادیش چک بکنم، توی generated images، توی اینجا motion mp4 url، اینجا میاد لینک ویدیو رو میذاره. حالا من ویدیوم رو دارم، اگر اینو اینجا پیست کنم این ویدیو منه. گام بعدی این هست که من این رو آپلود کنم به یوتیوب. برای اینکه آپلودش بکنم به یوتیوب باید اول این رو دانلود کنم، تبدیلش کنم به باینری. بنابراین میام از یک HTTP request استفاده میکنم، یه بلاک get a file. شما اینجا یک اد ماجول بزنید، روش کلیک کنید، کافیه سرچ کنید get a file، و یا بهتره با HTTP سرچ کنم. اینجا HTTP که سرچ کنم get a file اینجا داره برای من اینو که انتخابش بکنم لینک هم رو میدم و این دانلود میکنه. خب در واقع اینجا هم لینک رو از بلاک قبلی میدم، یعنی لینک من توی این بلاک leonardo.ai هست. و در نهایت از یک بلاک آپلود تو یوتیوب استفاده میکنم که اکثر این بلاک ها رو خودش اتوماتیک داره. ببینید این بلاک ها هم خودشون API هن. مونتا خیلی از این پلتفرم های جدیدی که میاد ممکنه این بلاکاشو آپدیت نباشه، شما مجبوری خودت بیای اون API ادرس رو بنویسی. مثلا اینجا من API URL API رو خودم نوشتم، در صورتی که برای یوتیوب لازم نیست من API رو بنویسم. این یه بلاک آماده است، فقط کافی اینجا سرچ بکنم upload to YouTube، خودش به من بلاکش رو میده و فقط شما کافی لاگین بکنی با اکانت یوتیوبتون. بنابراین تنها چیزی که اینجا باید براش پول بدیم leonardo.ai هست، حتی یوتیوب هم پول نمیخواد. و این میشه بلاک کلی که در واقع
کاملا اتومات میکنه. حالا من میتونم میگه بزنم every 15 minutes، یعنی هر 15 دقیقه این رو تکرار بکن و این برای خودش ویدیو جنریت میکنه. منتها اشکال این هست که یه پرامپت خاصه و هی در واقع یه ویدیو رو داره تکرار میکنه که اصلا جالب نیست. ولی شما میتونید یه بلاک دیگه به این اضافه کنید. من حالا یک سناریو دیگه دارم، این رو بعداً جزئیاتش رو میگم، ولی یه نمای کلی از این بهتون نشون بدم. اینجا مثلا من میام از اوپن ای آی میگم که برای من یک تاپیک جدید معرفی کن کاملا رندوم و بعد بیا این رو توی گوگل شیت هم بذار. بعد من میرم از گوگل شیت ور میدارم دونه دونه اینها رو تبدیل به ویدیو میکنم و تقریبا میشه یک ویدیوی کامل. یه مقدار پیچیده‌تر و بزرگتر من توی ویدیو دیگه این رو توضیح میدم. هدف این ویدیو این هست که آشنا بشین با یک در واقع پایپلاین کامل جنریت ویدیو و آپلودش داخل یوتیوب. حالا اگر سوالاتی دارید، دوست دارید من اینها رو با دقت بیشتر توضیح بدم، اگر علاقه داریم این موضوعات حتما به من بگین توی کامنت ها. سعی میکنم ویدیوهای بیشتری درست بکنم، ولی این صرفا برای این بود که متوجه بشید این پلتفرم ها چجوری کار میکنه. امیدوارم که خوش و خرم باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.